سلام دوستای عزیزم، وقتتون بخیر. توی این ویدیو میخوام آموزش ساخت تسترهای واتسماینر رو بهتون بدم. با هر کنترل بوردی که روی خود دستگاه واتسماینر هم حتی دارین، با فایلایی که در اختیارتون قرار میدم خیلی راحت میتونین تستر همون هشبورد رو بسازید. با من تا آخر این ویدیو همراه باشین. خب دوستان، ما برای آماده سازی فایل تستمون داخل رم، پس از دانلود کردن فایل تستی که دقیقاً با کنترل بورد تسترتون و هشبوردی که میخواین تست کنین مطابقت داره، شما توی فایل های دانگرید هشبورد های واتسماینر یه برنامه داریم به اسم فونیکس کارت. این فونیکس کارت رو باز میکنین، یه مموری 8 گیگ، حداقل 4 گیگ باید باشه، من حالا 8 رو ترجیح میدم. یه مموری 8 گیگ روی رم ریدر وارد سیستمتون میکنین و اینجا میرین توی قسمت ایمیج اون فایل تستی که میخواین رو انتخاب میکنین. من الان روی کامپیوترم 2 تا فایل دانلود کردم، یه دونه فایل M2X برای کنترل بورد H3 و یه دونه فایل M3X برای کنترل بورد H3. همونطور که توی سایت واسهتون کامل توضیح دادم، M2X ها برای هشبورد های M21 و M20 استفاده میشه و M3X ها برای هشبورد های سری M32. خب و کنترل بوردم هم دقیقاً سی پیوش H3 و کنترل بورد میشه گفت CV2 V8. من دقیقاً این رو انتخاب میکنم و بعد از انتخاب کردن میبینین که فایل انتخاب شده و مموریم رو اینجا انتخاب میکنم که روی این مموری، روی این درایو میخوام فایلم کپی بشه و گزینه برن رو میزنم. منتظر میمونیم که بعد از فرمت کردن خود نرم افزار شروع به رایت کردن فایل میکنه و بعد از این که این درصد پر شد و اینجا نوشت برن سکسس، ما میتونیم رممون رو کامل خارج کنیم. خب تمام شد و میتونین رم رو خارج کنین و ادامه ماجرا رو با هم بریم. خب دوستان، مموریمون رو روی کنترل بورد قرار میدیم و پس از قرار دادن مموری توی کنترل بوردمون رو روشن میکنیم و مشاهده میکنین که چراغ چشمک زن کنترل بورد به این صورت اول قرمز یک مقدار ثابت میشه، بعد شروع به چشمک زدن میکنه. ما منتظر میمونیم تا چشمک کنترل بورد قطع بشه و چراغ سبز کنترل بورد، چراغ سیگنال سبز کنترل بورد روشن بشه. همینطور که مشاهده میکنید در این لحظه کاملا فایل ما روی کنترل بورد قرار گرفته و حتما دقت کنین که قبل از خارج کردن رم شما باید حتما کنترل بورد رو خاموش کنیم. ما سوکتمون رو در میاریم، یک لحظه هم منتظر میمونیم تا خازن هامون هم خالی بشه و ما مموریمون رو در میاریم. حالا تسترمون آماده وصل کردن به کامپیوتره، میریم که کاملا توی صفحه کامپیوتر بهتون نشون بدم. خب دوستان، کابل لنمون رو وصل کنترل بورد میکنیم و کابل فلتی که بهتون آموزش خواهم داد توی قسمت بعدی رو بعد از ساختن یک طرفش رو به کنترل بوردمون و یک طرفش رو به هشبوردمون متصل میکنیم. حتما دقت داشته باشین که قبل از روشن کردن و بالا آوردن تستر حتما کابل دیتاتون وصل باشه به هشبورد، وگرنه هشبوردتون رو تستر نمیشناسه. خب میایم روشنش میکنیم تسترمون رو و میریم که توی صفحه کامپیوتر روی نرم افزار تسترمون رو کامل بالا بیاریم. بعد از بالا آوردن ما ولتاژمون رو آماده اینجا گذاشتیم که ولتاژ منفی و ولتاژ مثبتمون رو به هشبورد وصل کنیم تا تستمون رو شروع کنیم. خب دوستان، نرم افزار موبا اکستریم همینجوری که میبینید صفحه اول موبا اکستریم این میشه گفت صفحه است. ما اینجا قبلا یه سشن ایجاد کردیم، ولی خب من دوباره میخوام یه سشن واسهتون ایجاد کنم که اصلا بدونین 0 تا 100 کار چیه. نرم افزار موبا اکستریم رو نصب میکنین و همین گزینه اول سشن رو کلیک میکنیم. میخوایم یه سشن جدید ایجاد کنیم برای تسترمون و SSH رو اینجا انتخاب میکنیم. توی قسمت ریموت هاست ما
192 168 2 22 رو انتخاب میکنیم. می نویسیم اینجا. همونطور که قبلا هم گفتم موقعی که شما تستر رو میشه گفت میسازین و فایل تستر رو داخل کنترل بورد میزنین، آی پی کنترل بورد تغییر پیدا میکنه به رنج 2. به همین دلیل شما اول برید داخل مودمتون. حالا واسه شما رنجش احتمال زیاد 1 خواهد بود این رنج. بعد از اینکه داخل مودم رفتین، ساده ترین راهتون اینه که بیاین اینجا توی قسمت اینترنت، توی قسمت ادوانس میایم روی نتورک و لن ستینگ. توی قسمت لن ستینگ ما قسمتی داریم که آی پی آدرسمون رو تعریف میکنیم. اینجا عمدتاً آی پی تون 1 هست روی مودم، به صورت دیفالت روی مودم ها آی پی 1 ست میشه. ولی ما به خاطر اینکه تسترمون روی رنج آی پی 2 قرار داره، حتما باید این رنج مودممون رو تغییر بدیم به 2 و بعد از اینکه 2 کردین سیو میکنین و دوباره برمیگردیم به میشه گفت اون قسمت موبا اکستریممون. خب موبا اکستریم رو که باز کردیم، هاستمون همون 2.22 192 168 2.22 رو وارد میکنیم. اینجا یه یوزرنیم هم میزنیم. یوزرنیم دیفالتمون روت هست، یعنی داخل فایل های ما روته و پورتمون هم روی 22 میمونه و دکمه اوکی رو میزنیم. وقتی شما این گزینه رو دیدین یعنی تسترتون ران شده و اومده بالا. حالا شما یه سری دستورات نیاز دارین برای تایپ کردن که بتونیم میشه گفت هشبوردمون رو تست کنیم. این دستورات رو دوستان خیلی راحت میتونین داخل همین صفحه دکمه تب کیبوردتون رو بزنید. اول اینجا کلیک میکنیم، بعد دکمه تب رو میزنیم. دکمه تب رو که زدیم تمامی دستورات اینجا واسه ما میاد. ما بیشتر با 2 تا دستور اینجا کار داریم، تست هشبورد و تست رید چیپ آیدی. تست رید چیپ آیدی برای هشبورد هایی که میشه گفت ارور چیپ آیدی دارن و تست هشبورد هم هشبورد رو بعد از تعمیر میبره زیر تست. ما الان تست رید چیپ آیدی رو اینجا کپی میکنیم و میاریم هم اینجا پیست میزنیم. بعد از اینکه پیست رو زدیم، خب شما این صفحه رو میبینین که از چیپ 0 تا چیپ 78 شمرده و یک مقدار اگر بریم بالا اینجا تمامی دیتایی که از هشبورد ما میشه گفت به دست آورده رو واسمون نوشته. حتی کد بیاینمون 19C05N هست. بعد تعداد چیپ باید 78 تا باشه. هشبوردمون MC2 ورژن 10 هست پلتفرم ماینرمون. بعد حالا اگر بیام پایین تر میبینیم که تمپمون هم شناخته 25 درجه، تمپ سنسورمون هم شناخته، توتال چیپ باید 78 تا باشه که الان افکتیو چیپی که شناخته 0. اونم دلیلش اینه که من اصلا ولتاژ نزدم به هشبورد که تست کنم. حالا ولتاژمون رو وصل میکنیم. من حالا به هشبورد ولتاژ وصل میکنم و دوباره باید به صورت دستور ما دوباره دستور رو کپی میکنیم. خب دوستان همینطوری که میبینین به ما یه ارور داد، چیپ 77 و چیپ 88. حالا کامل من واسهتون توضیح میدم که چجوری میتونین این نات پس چیپ 78 میگه افکتیو چیپش باید ببخشید 78 تا باشه، توتال چیپش 78 تا باید باشه، افکتیومون 0 هست. میریم بالاتر میبینیم که ببینید دوستان از شماره 1 تا 76 میشماره، دوباره شروع میکنه از 1 تا 75 76، دوباره میره از 1 تا 75 و 76. این دوتا پایین که نوشته یو 77 و 78 یعنی اون چیپاییه که ایراد داره توی هشبوردمون. الان یعنی این هشبورد 78 و
میشه گفت 77 چیپش ایراد داره. بعد از اینکه این دوتا رو اوکی کردیم، حالا یا رگولاتورمونه یا حالا یه ماجرای اونجا داریم. بعد از اینکه اینها رو اوکی کردیم میشه گفت این افکتیو چیپمون تبدیل به 78 تا میشه. اگر اینجا هم دقت کنید کامل واسمون توضیح داده. خب خیلی راحت به همین منوال تسترمون رو میتونیم بیاریم بالا و از کنترل بورد استفاده کنیم به عنوان تستر. خب دوستان، شما با دیدن این ویدیو و میشه گفت دنبال کردن این چند تا پروسه‌ای که کامل واسهتون توضیح دادم، میتونین هر کنترل بوردی که در اختیار دارین و توی دفتر دارین رو فایل مخصوص به خودش رو دانلود کنین و هشبوردهای واتس ماینر رو با اونا به صورت کامل تست بگیرین و دیگه از هر میشه گفت تستر دیگه، تسترهای یونیورسال داخل بازار برای واتس ماینر بی نیاز.